به احتمال زیاد داری تلاش میکنی خوب پول در بیاری برای اینکه به آزادی مالی یا استقلال مالی برسی. خیلی از اوقات ما حس میکنیم آزادی مالی یعنی ته آزادی دیگه، ته همه چیز اینه که من بتونم هر چی دلم میخواد خرید بکنم، هر چقدر پول داشته باشم بتونم بهترین سفر ممکنه برم، بتونم بهترین خونه رو بگیرم، بهترین ماشین رو برای خودم بگیرم. اما خبر ندارم که مالی تنها آزادی نیست که ما باید به اون برسیم. 3 تا لول داره آزادی که اتفاقا ساده ترین و پایین ترین اهمیت و آزادی مالی داره و ما یه جوری میشه گفتش که بهمون 3 تا انگار قفل و زنجیر زدن و توی زندگی باید سعی کنیم این 3 تا قفل و زنجیر رو از خودمون باز کنیم تا بتونیم واقعا اونجوری که دلمون میخواد اون مدل زندگی دوست داریم و انجام بدیم و بهش برسیم. خب اولین لول چیه؟ همونجوری که با هم دیگه کردیم آزادی مالیه. من بتونم خوب پول در بیارم که به کمک درآمدم اگه میخوام یه سفر برم، مثلا تصمیم یه سفر از تهران برم بر فرض مثال استانبول، دنبال این نباشم که آقا ارزون ترین بلیط کیه، نمیدونم ارزون ترین هتل کجاست، چجوری برم مثلا با اتوبوس برم با مترو برم که مثلا هزینه وقت برای تاکسی نکنم، کجا همه جا ارزون ترین این اوتلت ها و نمیدونم فروشگاهایی که همیشه تقریبا کجاست من اونا برم خرید بکنم که خرید وقت گرون نشه. نه، دنبال این باشم کدوم هتل بهترین هتل، بهترین کیفیت رو میده، بین هتل 5 ستاره کدوم از همه بهتره، بین پروازایی که میره استانبول کدوم پرواز مطمئن تری، آرامش بهتری داره، صندلیاش از هم بهتره، اون رو انتخاب بکنم. بین وسایل حمل و نقل کدوم رو سریعتر میرسونه اونجا که میخوام برم، اونو برای خودم تهیه بکنم. این میشه اون لول آزادی مالی که انتخاب‌های من با توجه به جیبم محدود نمیشه. اگه میخوام یه ماشین بخرم با توجه به هر حال میشه گفتش که خونه‌ای که دارم، زندگی که دارم، کدوم ماشین برای من مناسبه، نه که کدوم ماشین ارزون ترینه، قسطش از همه کمتره یا هر چیز دیگه. پس آزادی مالی یعنی اینکه من بتونم برم با توجه به خواسته خودم که قراره که معقولم باشه، بتونم اون انتخاب رو انجام بدم و بهش برسم. اگه من فیلم بردارم، عاشق عکاسی ام، گیری نباشم که نه من بیام این دوربین دست دوم رو بگیرم، فقط مواظب باشم که وقت سر من کلاه نره، مثلا دوربین لنز شکسته باشه بهم بندازن. نه، میرم توی به حال فروشگاه بهترین دوربین با بهترین لنزی که واقعا مورد نیاز خودم هست رو تهیه میکنم. اگه واقعا تدوینگرم میرم بهترین سیستم رو برای خودم میگیرم، نه اینکه اینو دست دوم جمع کنم و یکم ضعیف‌تر بگیرم و محدود نمیکنم. این میشه آزادی مالی که لول اول آزادیه. لول دوم چیه که خیلی بهش توجه نداریم؟ خیلی از آدم‌ها هستن آزادی مالی دارن اما دو آزادی دیگر ندارن. لول دوم ما آزادی زمانیه. این خیلی از اوقات آدمایی هستن که درآمد خیلی خوبی دارن، چه کارمندی داره اصلا ما نمیدونم بر فرض مثال 500 میلیون پول در میاره، یه نفر یه کسب و کار برای خودش داره، یه مغازه داره اما بهش درآمد خیلی خوبی هم میده، از 6 صبح بره کیک رو بده بالا تا 12 شب، یعنی طرف درآمد عالیه. اصلا نفر پزشکه، یه پزشکی که بره اتاق عمل و برای عمل جراحی انجام بده، پول خیلی خوبی هم در میاره. این فرد آزادی مالی داره اما آزادی زمانی نداره. آزادی زمانی یعنی چی؟ من در زمانی که دلم بخواد دوست دارم کارامو انجام بدم. اگه دوست دارم بتونم بر فرض مثال سفرم هر موقع دلم خواست برم. اما حتی چون پزشکم باشی خیلی از اوقات با توجه به تعهدی که به بیمارستان داری، به بیمارات اصلا داری، نمیتونی دفعه من نیستم، ببخشید من یه ذره حس حالم خوب نیست، 2 هفته میخوام برم. طرف میگه آقا تو قرار بود عمل جراحی برام انجام بدی، کجا داری میری برای خودت؟ نمیتونی پاشی بری که. یعنی بعضی از شغل‌ها هست، بعضی از جایگاه‌های درآمدی هست که ما آره آزادی مالی رو میسازیم باش اما آزادی زمانی اصلا نداریم و ما واقعا زمانی آزادیم که این زمان ما واقعا آزاد باشه، بتونیم آزادانه اونجوری که دوست داریم زندگی بکنیم. اگه حالم خوب نیست، دوست دارم برم بر فرض مثال یه سفر برم، دوست دارم که الان یه استراحتی بکنم، بیام مثلا کارم دوره عصری انجام بدم، بتونم انجام بدم. خیلی از شغلام اونجوری گفتم میاد به ما آزادی مالی میده اما آزادی زمانی کامل از ما میگیره. یعنی شما در نظر بگیرین یک فردی که بر فرض مثال یک پزشک، یک خانومی که رفته شده پزشک، یه فرزندم داره، شاید واقعا اون فرزنده نیازمند توجه، دوست داره از خونه که برگرده مثلا مادرش هم باشه، حالا مادر پزشک هم هست، اما اگه این مادر میخواد درآمد خوبی داشته باشه نمیتونه، بعد بره بیماراشو توی مطب ویزیت کنه ساعت 5 عصر، نه اینکه دنبال فرزندش بره، فرزندش برگشت کنه اونجا باشه، نمیتونه این کارو انجام بده. یعنی اون قسمت از زندگیش آزادانه نیست مگر اینکه تصمیم بگیره به یک لول بعدی برسه. لول بعدی چیه؟ اینه که آقا من بتونم جوری چیدمان کنم، دیزاین کنم، طراحی کنم شرایط کاریمو که نیازمند من نباشه که بعد این کارو انجام بدم در این زمان تا اینکه سیستم من بیاد کار بکنه. بر فرض مثال من به جای اینکه خودم کار پزشکی انجام بدم، یک کلینیکی رو بیام
داشته باشم، من صاحب کلینیک باشم، پزشکای دیگه برای من کار بکنن، یا کارم جوری باشه که نیازمند این نباشه که من باید حتما تایم خاصی انجامش بدم. مثلا من یه پروژه‌ای کار بکنم، پروژه طراحی سایت بگیرم برای خودم، حالا اگه دلم بخواست پروژه رو صبح انجام بدم، خواست شب انجام بدم، بالاخره باید انجام بدم، اما آزادی زمانی دارم تو انتخاب زمان انجامش. پس من میتونم تو خیلی از کارها یا برم سمت کارهایی که من خودم صاحب کسب و کار بشم، یا برم سراغ مدل کاری مثلا فریلنسری، مدل آزادکاری، که من هر موقع دلم خواست بتونم زمانمو با توجه به لایف استایلم، ترجیحاتم، خواسته هام، اطرافیانم، دوستانم، خانواده‌ام طراحی بکنم. من الان این کار انجام میدم و بعداً به یکی کار میرسم. پس لول دوم آزادی که بسیار مهمتر از آزادی مالی، آزادی زمانی بود. اما لول سوم که خیلی خیلی جذابه، اون چیه؟ آزادی مکانیه. آزادی مکانی. دوستان، من زمانهایی که من سفر زیاد میرم، چه داخل ایران چه خارج ایران، و معمولا وقتی تو سفر میرم میشینم کار میکنم، عاشق این هستم که لپتاپ بردارم یا حتی گاهی اوقات فقط گوشیمو برم دارم با یه دونه دفترچه یادداشت دارم کار میکنم، اما میرم توی کافی شاپ جدید. حتی یه بار توی کشور اروپایی بودم، سوار اتوبوس شدم، گفتم آقا من اولین اتوبوس که اومد سوار میشم، کاری ندارم، میخوام اتوبوسه نیم ساعت بره توی شهر بعد پیاده میشم. ببین اوج جذابیت بود برای من. رفتم سر اتوبوس شدم، پیاده شدم، نمی‌دونم مثلا کجا هستم. خب یه منطقه توی اون شهر بودش، یه کافی شاپ پیدا کردم، نشستم و کارمو انجام دادم. تقریبا چه گفت 4-5 ساعت کار کردم با این منظره ویو خیلی جذاب. بعدم دوباره راهم پیدا کردم، برگشتم به هتلم. اینو میخوام بهت بگم، این مدل زندگی کردن، یه تجربه این مدل زندگی کردن واقعا فوق العاده جذابه. و حتی بعضی از حتی شما کسب و کارم داشته باشی، مدیر کسب و کار باشی، آره میتونی مثلا بجای صبح بری عصر بری، یا اینکه مثلا تایمتو مدیریت کنی، اما بالاخره باید مراجعه بکنی، بالاخره کلی تیم، مجموعه آدم داری. اما یه مدل کاریه که اون فریلنسر بود که بهتون گفتم، اینجاست که بازم میتونه بهتون بها بده، بهتون میتونه کامل آزادی جغرافیایی یا مکانی بده، چون کل کار شما داره به صورت دورکاری انجام میشه. فقط باید توجه بکنید سراغ حوزه‌هایی از کار فریلنسری برین که بهتون آزادی مکانیه رو بده. یه مثال بزنیم، مثلا همین الان یه فریلنسر پشت این دوربین قرار داره ویدیوی منو ضبط میکنه. یه فریلنسر هم یا همین فرد هم حتی خودش میشینه بعدن این ویدیو رو تدوین میکنه. خب این فریلنسر آزادی زمانی داره، آزادی میتونه اگه خوب پروژه برای خودش جذب کنه، آزادی مالی میتونه پیدا بکنه، اما آزادی جغرافیش که محدوده. چرا؟ چون کاری انتخاب کرده که محدود به یک مکانه، بعد بیاد پشت سر دوربین وایس این کارو انجام بده. اما اگه بگه آقا من میخوام حوزه کارم جوری تعریف بکنم، من فقط پروژه تدوین انجام بدم، تدوین ویدیو میتونه از هر جای دنیا انجام بده، فقط نیازمند یه لپتاپ گوشیشه که کار رو انجام بده. پس شما میتونید جوری کارتون رو طراحی بکنید، دیزاین بکنید که بهتون آزادی جغرافیایی یا مکانی رو بده. و دوستان، اگه شما بتونید هر سه لول آزادی برسی، آزادی مالی، آزادی زمانی، آزادی جغرافیایی، اون زمان یه چیزی میخوام بهت بگم، ببین مونس چقدر پول در میاری. آزادی مالی گفتیم یعنی چی؟ یعنی آقا به خواسته هام بتونم برسم. قرار نیست من برم حتما سوار فراری بشم، نمیدونم توی یه برجی از طلا زندگی کنم. آره که آقا جوری که دوست دارم زندگی بکنم، محدود نشم. چون الان من نمیتونم مثلا بر فرض مثال فلان سفر رو برم، آقا فقط پاشیم مثلا با ماشین بریم چادر رو بزنیم برگردیم. خب نه که بد باشه، آقا من میخوام آزادانه زندگی کنم، دوست دارم برم سفر خارجی، هتل خیلی خوب و همه اینها، چه آزادی مالی. دومی، زمانی که دوست دارم، کاری که دوست دارم بتونم انجام بدم. اگه من میخوام برم مثلا تایم خلوتی برم باشگاه، هممون میدونیم یه باشگاه ورزشی تایم خلوتیش صبح‌ها و ظهراست، بعد از ظهر و عصر که اصلا کلا اونجا خیلی شلوغ پلوغه، اصلا نمیتونی بس صف وایسی که به وزنه فقط بزنی. معمولا اکثر باشگاهایی که به حال وجود دارن این شکلی ان، حتی باشگاه خیلی خوب و گرونش هم اتفاق براشون رخ میده. صبح تا این بهتری، من خب صبح برم باشگاه، پس من نمیتونم کسی باشم که از ساعت 9 برم سر کار 5 عصر بیام خونه. اون زندگی برای من نیستش. حتی توش بسیار خوبم پول در بیاری. اصلا تو برفرض یه مغازه تو بازار داری، میری تو بازار برمیگردی، بازم اون آزادی زمانی رو نداری. شاید بازم مالی داشته باشی اما زمانی رو نداری. و سومیش آزادی جغرافیایی. دنبال این برم که برای خودم، در زمان خودم و در مکان دلخواه خودم کار بکنم. به این سه تا بتونی برسی، لایف استایلی برای خود میسازی که حالت خوبه. و دوستان فراموش نکنید ما کار میکنیم پول در بیاریم که حالمون خوب باشه، لذت ببریم از اون پول. وگرنه اگه بگیم که آقا همین الان شما 100 میلیون دلار پول داری اما فقط یه روز میتونی زندگی کنی، ارزشی داره اون پول؟ به هیچ وجه ارزشی نداره، اصلا ارزش نداره. پس دنبال این باش که برای خودت طراحی کنی آزادی‌های مالی، زمانی و مکانی خودتو. و دوستان ما توی این کانال حرفایی میزنیم، ویدیوهایی براتون ضبط میکنیم که بتونید به هر ستای این آزادی‌ها، یعنی مالی، مکانی و
جغرافیایی و زمانی برای خودت دست پیدا کنی. مرسی که همراه بودین. حتما سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون هم که میخوان از این آزادی استفاده کنن ارسالش بکنید. شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم.